با مقصد تامین نمودن یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت عضوقواری مملکت استحصال محصولات از جهت اکولوژی تازه و به صادرات نگرانیده شونده پرزور نمودن مبارزه متشکلانه بر ضد حشرات و کسالی‌های زراعتی کشاورزی و افزون نمودن حشرات‌های فایده‌آور با قرار رئیس ولایت درباره تشکیل نمودن استاد کاری دائم عمل کننده وابسته به مبارزه متشکلانه بر ضد حشرات و کسالی‌های کشاورزی با تشکیلات اداره‌های ولایتی و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و نویو برای در عمل تطبیق نمودن دستور مذکور چاره و تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. وابسته به برطرف نمودن کمبودی و نورساگی‌ها و عملی نمودن دستور سپارش‌های ذکر گردیده فعالیت استادهای کاری ولایتی در شهر و نویو موافق مطلب برآمده می شود. از جانب استاد کاری ولایتی در عمل تطبیق نمودن دستور هدایت‌های بالا ذکر وابسته به مبارزه بر ضد کسالی و حشرات‌های زراعتی کشاورزی کارکرد اگروتکنیکی با اصول زخمیکت‌ها گذرانیده شد. از روی معلومات‌های پیشنهاد گردیده اعضایان استاد کاری شهر نویوی ولایت زیاده از 2300 گکتار زراعت‌های کشاورزی از جمله باغ و تاغزار، پختزار بر ضد حشرات و کسالی‌های تارتنکنه، شیره و دیگر حشرات‌های ضرررسان مبارزه کیمیایی گذرانده شد. با این مقصد تشکیلات و مؤسسه‌های داخلدار شهر و نویو، رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات، رهبران خواجگی‌ها و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های داخلدار ساحه جهت پیشگیری مبارزه ضد حشرات و کسالی‌ها از جمله تارتنکنه، شیره، کرم غوزه و کسالی سوختنی باکتریوی و سرطانی سیاه در میدان‌های باغ و تاغزارها توسط تکنیک و تجهیزات‌های دستی کارهای بزرگگردانی را عاید امین نگاه داشتن زراعت‌های کشاورزی برآمدند. برای طرز استفاده درست مبارزه بر ضد کسالی و حشرات‌های ضرررسان با جلب متخصصان فعال مؤسسه دولتی محافظت رستنی‌ها و شیمی‌کنونی کشاورزی اعضایان استاد کاری به شهر و نویوهای ولایت سفربر گردیده در این سمت کاربری نمودند. طبق معلومات پیشنهاد نموده متخصصان ساحه در شهر و نویوهای ولایت از میدان 8356 گکتار ضرررسانی‌های میدانی باغ 8039 گکتار آن کارکرد گردیده در سمت پیشگیری نمودن دیگر کسالی و حشرات‌ها، سبزیجات، کارتوشکا و میدان پختزار با توصیه عالمان و متخصصان ساحه با زهرخیمیکات‌ها و معلول‌های کیمیایی کارکرد کرده شدند. همچنین در میدان 90 گکتار با اصول بیولوژی از طرف متخصصان ساحه حشرات فایده‌آور طلا چشمک در نویه‌های کشانیان، قبادیان و دوستی کارکرد کرده شده است. در شهر نویه‌های ولایت عین زمان زیاده از 100 گکتار با اصول بیولوژیک مبارزه ضد حشرات‌ها گذرانده شده ایستاده است و این چاره‌بینی نیز ادامه دارد. برای استحصال نمودن محصولات تر و تازه کشاورزی از جهت اکولوژی تازه خواجگیداران ولایت را می‌باید در مبارزه بر ضد حشرات و کسالی‌های زراعتی کشاورزی از استفاده زهرخیمیکات‌ها خودداری نموده با اصول بیولوژی حشرات فایده‌آور را در همکاری با آزمایشگاه‌های بیولوژی حدود ولایت و با متخصصان فعال مؤسسه دولتی محافظت رستنی‌ها و شیمی‌کنونی کشاورزی ولایت فعالیت کاری خویش را برآورده برای تامین نمودن آنها همکاری جدی را عملی نمایند. خانم نیازی، غیرشوی مردم، فیروزی حسین برای برنامه اخبار.